برنامه شماره 134. گلهای رنگارنگ. باد بهار میرسد، جلوه نسترن نگر. وقت سحر ز عشق گل، بلبل نعره زن نگر. خیز و بیا به وقت گل، باده بده که عمر شد. چند غم جهان خوری، شادی انجمن نگر. ترانه‌ای از شیخ فریدالدین عطار را چون دیباچه‌ای بر غزل عراقی قرار داده ایم و پس از بیتی چند از شیخ اجل با صدای گرم مرضیه و بنان نظمی از منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی به یاری هنرمندان ارجمند صبا، محجوبی و ورزنده به سمع صاحبدلان میرسانیم.
چهره زیبای دوست؟ کی ببویم لعل شکرخای دوست؟ کی در آویزم به دام زلف یار؟ کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست؟ کی برافشانم به روی دوست جان؟ کی بگیرم زلف مشکاسای دوست؟ این چنین پیدا ز ما پنهان چراست طلعت خوب جهان آرای دوست؟ همچو چشم دوست بیمارم، کجاست شکری زان لعل جان افزای دوست؟ در دل تنگم نمی گنجد جهان، خود نگنجد دشمن اندر جای دوست. دشمنم گوید که ترک دوست گو، من به رغم دشمنان جویای دوست. چون عراقی واله و شیدا شدی، دشمن ار دیدی رخ زیبای دوست.
تا به بزم من او سبودار سبو شد. تا به بزم من او سبودار سبو شد و
گفتم آهندلی کنم چندی. گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. عزیزم یارا گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. آی دو اون که رو دیده در دهان تو ره، هرگزش گوش نشنود پندی. هرگزش گوش نشنود پندی. خاص ما را که در ازل بوده خدا را با تو آمیزشی و پیوندی، با تو آمیزشی یا پیوندی. سعدیا دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی یک چندی.
نوبت عاشقیست یک چندی، نوبت عاشقیست یک چندی، وای بر من وای بر تو. به
چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران که در این موسم نثار صاحب دلان شد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.